حمله به جان آریانا سعید، هنرمند مشهور افغان. اما به چه دلیل آریانا سعید در کدام کشور است؟ مصروف چه کاروباری است؟ گفتنی‌های تازه اسیب ساید نامزد آریانا سعید. این خبر تا چه حد حقیقت داشته است؟ آریانا سعید در دبی مصروف چه کاروبار جدید است و کارهای سیاسی کاملا بدور از تصور آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، ملکه دلها، هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان، یک تن از هنرمندان رپ خوان و پاپ استار افغان بوده است که توانسته است با سرودن آهنگهایش در میان مردم افغانستان جایگاه هنری خاص پیدا کند. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش در مدت خیلی کوتاهی کسب کرد. این هنرمند محبوب و پرآوازه اولین کارهای هنر موسیقیش را با سرودن آهنگ دوگانه‌ای با جاوید شریف آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. آریانا سعید بعد از تولد سیاسی حاکم در افغانستان وی مصروف کارهای سیاسی بوده است و همواره تلاش کرده است تا دفاع از حقوق زنان افغانستان داشته باشد. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل افغان، جدیداً فعالیت‌های سیاسیش را در کشور امریکا دوباره از سر گرفته است و فعالیت‌های فرهنگیش را که ساختن برند لباس‌هایش در دبی میباشد از سر گرفته است. تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید مورد حمله از طرف دشمنانش قرار گرفته است. تاکنون این خبر به گونه رسمی از طرف آریانا سعید و اسیب ساید تایید نشده است، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای آریانا سعید با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.